درود دوستای خوبم، هنگامه هستم با آشپزخونه من خوش اومدید. امیدوارم که با یه حال خیلی خوب ویدیو رو تماشا کنید. امروز اومدم بادمجون شکمپر درست کنم. از اون غذای خوشمزه شمالی، البته این با گوشت چرخ کرده میخوام درست کنم. خیلی مدل‌های مختلف داره بادمجون شکمپر. امروز من یه مدلش رو درست میکنم. بریم با هم دیگه ویدیو رو نگاه کنیم ببینیم چجوری درست کنیم بادمجون خوشمزه رو. این غذای خوشمزه رو البته برای ما وعده شام میشه، میخوایم برای شام بخوریم. جاتون کلی خالیه. کلی دوستتون دارم. ویدیو رو لایکش کنید، با دوستای خودتون به اشتراک بذارید. بریم با هم بادمجون شکمپر درست کنیم. برای درست کردن بادمجون شکمپر اول از همه بادمجوناتون رو به صورت سالم خب اینجوری پوست بکنید. دوست داشته باشید میتونید کل پوستش رو بگیرید. این چون خیلی ظاهر شیکی پیدا میکنه به این صورت من پوست کندم. سالم باشه بادمجونا. بعد یه اندازه خاصی انتخاب کنید. اگه میخواید ظاهر شیک داشته باشه همه رو تقریبا یه اندازه انتخاب کنید. بعد خیلی بزرگ نباشه بادمجوناتون. اول از همه این بادمجونا رو درسته سرخ بکنید، اطرافش رو بچرخونید. الان من سرخ میکنم، میبینید میشینم توی روغن، بعد میچرخونید قشنگ اطرافش همه جاش سرخ بشه. میذارمشون کنار. دور تا دور بادمجونا رو کامل سرخ کنید، بعد بذاریدشون کنار. نکنید کامل سرخ شده همه طرفش، بعد میذارمشون کنار یکی یکی. بادمجون ما همه رو سرخ کردم گذاشتم کنار. حالا 2 تا پیاز متوسط رو ریز خورد کردم نگینی، میریزمش توی مایتابه، تفتشون میدم تا سبک بشن. پیازمون که تو این حد سرخ شد، خیلی سرخ نشه، تفت بخوره و طلایی بشه. بهش یه مقدار زردچوبه اضافه میکنم، هم یه قاشق چای خوری. در حد چند ثانیه تفتش میدم. بهش یه قاشق غذاخوری رب گوجه اضافه میکنم به پیاز. هم میزنم با پیازم مخلوط بشه، یه تفت کوچولو هم با پیازم بخوره. بعد حالا بهش 400 گرم گوشت چرخ کرده اضافه میکنم. این مقداری که من دارم درست میکنم دوستان برای 10 تا بادمجونه. یعنی من 10 تا بادمجون سرخ کردم سالم آماده. حالا اینم تفتش میدم باهاش، یه کوچولو بازش میکنم گوشت رو با پشت قاشق. بهش یه دونه گوجه درشت رنده شده، حالا یا پوره کنید با بلندر یا رنده کنید. یه دونه گوجه درشت رو رنده کردم من، بهش اضافه میکنم. 2 تا فلفل سبز رو ریز خورد کردم، اون رو هم اضافه میکنم بهش. بعد ادویجات بهش اضافه میکنم. نمک، فلفل سیاه، فلفل قرمز تند، همه رو میریزم داخلش، هم میزنم. یه کوچولو با هم دیگه بپزه، تفت بخوره. بعد من برای داخلش جعفری خورد کنم. اندازه 2-3 قاشق غذاخوری هم جعفری داخلش خورد میکنم. یعنی خورد کردهش میشه 2-3 قاشق غذاخوری، اندازه یه مشت جعفریه. بعد 2 تا حبه سیرم داخلش رنده میکنم الان. بعدش هم میذارم همش حسابی با هم دیگه بپزه، جا بیفته. دوستان مواد گوشتیم آماده شد، حسابی جا افتاد، گوشتام پخت. دیگه زیرش رو خاموش میکنم تا بریم برای بقیه کارمون. یه مقدار از بادمجونا رو اینجوری وسطش رو باز کنید تا ته نیارید. خب تا ته که بیارید ظاهرش بد میشه، پاره میشه بادمجوناتون. بعد داخل بادمجونا رو از مواد گوشتی که آماده کردیم پر میکنید. به اندازه بادمجوناتون نگاه کنید، داخلش رو پر کنید، ولی میگم تا ته نیارید که بادمجونتون کامل باز نشه. بعد بچینید داخل ظرفی که میخواید برای فر استفاده کنید. این بادمجونا میره داخل فر. همه بادمجونام رو به همین ترتیب پر میکنم. حالا میخوام سس آماده کنم برای روی بادمجونا.
یه مقدار روغن میریزم. اندازه یه قاشق غذاخوری پیاز رنده شده. اندازه یه قاشق، زیاد قرار نیست باشه. تفتش میدم پیازمو، سرخش میکنم. خب دوستان یه سس آماده کردم. دیدید پیاز داغ کردم، پیازمو تفت دادم، بهش یه قاشق غذاخوری رو اضافه کردم، یه مقدارم فلفل قرمز شیرین، بعد اندازه 1.5 لیوان بهش آب اضافه کردم، گذاشتم یه قل خورد. حالا میریزم اطراف بادمجونام، روش نریزید که ظاهرشو به هم نریزه، زیر بادمجون، یه جوری که از اطرافش کامل بشه. من این روشم فلفل و جعفری گذاشتم برای دیزاین روشه، میتونید نذارید، اون دیگه سلیقه شماست. که یه ظرف جا نشد، به خاطر من 2 تا ظرفشون کردم بادمجونا رو. بعد از اینکه سسش رو ریختم میذارم داخل فر 180 درجه نیم ساعت بمونه. نگاه کنید خودتون به دمای فرتون، اگه لازم شد یه خورده بیشتر بذارید بمونه. نیم ساعت براش کافیه، استانداردشه. میره داخل فر. بعدش هم که آخر سر پخته شدهش رو بهتون نشون میدم. خب دوستای خوبم، بادمجون شکمپارم آماده شدش. از فر درش آوردم، نیم ساعت گذاشتم پخت، بعد درش آوردم. میتونید روی اجاق بذارید. خب اگه نمیخواید تو فر استفاده کنید یا اصلا فر ندارید، نمیخواید تو فر استفاده کنید، یعنی تو فر بپزیدش، میتونید همه این مراحل رو انجام بدید. بذاریدش داخل مایتابه، سسش هم بریزید، زیرش رو خیلی کم کنید، نیم ساعت بذارید رو حرارت کم، دقیقاً به همین شکل در میاد. بعد دیگه کنار برنج خیلی خوشمزه است. میتونید با نون سرو کنید، میتونید با برنج سرو کنید، اون دیگه سلیقه شماست. فوق العاده خوشمزه است. این مدلش با گوشت، با رسیپی‌های دیگه هم هستش. اگه دوست داشتید تو کامنت ها بگید براتون درست کنم. کلی دوستتون دارم. امروز هم خیلی ساده و شیک کنار هم دیگه آشپزی کردیم. ساده هم نبود، خیلی حرفه‌ای آشپزی کردیم در اصل امروز. همیشه هم خوب نیست که ساده آشپزی کنیم، یه موقعی هم باید حرفه‌ای باشیم. تا آخر ویدیو همراه هم بودید. کلی دوستتون دارم. ویدیو رو لایکش کنید، با دوستای خودتون به اشتراک بذارید، سابسکرایب کنید، کامنت هم یادتون نره. ویدیوی بعد هم دیگه رو می‌بینیم.